ممکنه خواهش کنم بفرمایید چه ویژگی هایی در حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دیدید که ایشان رو منتخب فرمودید و آیا این انتخاب معطوف به این روزهای اخیر است یا نامزدی ایشان برای احراز محتمل یا مفروض این تکلیف مربوط است به ایام گذشته؟ عرض کنم که اولا این مربوط به خصوص ایام حالا نیست، از سالهای قبل مطرح بوده، مورد توجه بوده و دقت می شده، مورد مطالعه قرار می گرفته. مطلب این نیست که یه دفعه مطرح شده باشه. بله. البته ممکنه این فضای جدید یک تحول روحی در تمایل به ایشون، گرایش به ایشون، یه هدایت باطنی ایجاد کرده باشه. بله. اون امر باطنی است، ولی مراحل ظاهری از قبل دنبال می شده و تحقیق می شده، تفحص می شده. اینطور نیست که یک امر خلق الساعه‌ای باشه، نه، مورد تأمل بوده. و نکته دیگری که فرمودید ویژگی های ایشان. اما ببینید، ما اونی که در ادله داریم که باید فقیه صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا، مطیعا لامر مولاه باشه و کسی باشه که گوش به فرمان امام زمان باشه. تا وقتی ملت به فرمان او گوش میدن، در واقع فرمان امام زمان علیه السلام رو اطاعت کرده باشن. این امتیازات همه در ایشون است. اولا فقیه هستند، مجتهدند، مجتهده، آشنای با ابعاد مختلف دین الهی. دو، مجاهدند، شجاعند، از دوره نوجوانیشون در دفاع مقدس اهل جبهه و شهادت بودن. این امر تازه‌ای نیست و قدرت تصمیم گیری های مهم رو دارن. این نکته مهمی است، تصمیم گیری در مقاطع حساس. و اهل زهدن به معنی الکلمه، هم جد بزرگوارشون مرحوم آیت الله سید جواد خامنه‌ای، هم پدر بزرگوارشون رهبر فقید و شهید عزیزمون رحمت الله علیه در اوج زهد بودن. خودشون هم همینطور، نه به معنی عرض کنم رویگردانی غیر معقول از دنیا، به معنی بزرگتر از دنیا بودن، فارغ از دنیا بودن. برایت، زهد، علم، شجاعت، آگاهی به زمان، آگاهی با شرایط اجتماعی و شناخت نسبت به اوضاع اجتماعی و سالهایشون در کنار رهبر عزیز و بزرگوار و شهیدمون بودن و در کارهای بزرگ با ایشون مشورت می شده، گاهی به ایشون واگذار می شده و کاملا تربیت شدن برای این کار. بنابراین برای ورود به صحنه‌های مهم هم بصیرت و آگاهی، هم شناخت وضعیت اجتماعی، ساختارها، نیروها هم با عرض کنم ایشون آشنا هستند و خصوصیات ایشون رو همه میدانند و به خصوص نسبت به امور نظامی و ساختارها و اشخاص کاملا واقف و بصیر هستند و برای این شرایط سخت می توانند جامعه رو رهبری کنند. انشالله در آینده ها اینها بیشتر آشکار خواهد شد و انشالله به وضوح مردم عزیز ایران خواهند دید که خدای متعال اون کسی رو که برای این منصب قرار داده ظرفیت اداره این امور رو داره. ایشون از امتحانات خیلی بزرگی سربلند بیرون آمدن که آخرینش همین امتحان شهادت خانواده عظیم ایشون است، والد معظمشون، والده مکرمشون، سایر عزیزانشون که دیگه میدانید، بله، همسر مکرمشون. این امتحان سنگین هم که ایشون سربلند ازش به حمدالله بیرون آمدند علامت ظرفیت بزرگ ایشون برای عبور از صحنه‌های سخت هست. صحنه‌هایی که الان ما نیاز داریم، الان ما احتیاج داریم به کسی که بتواند در این صحنه‌های سخت جان بر کف راهبری کنه. اگر مردم رو دعوت به استقامت به شهادت میکنه، خودش از خاندان شهادت باشه، اهل استقامت باشه. این خصوصیات که برای رهبری ایشون لازم هست در ایشون به حد اعلا تشخیص داده شده. با اینکه سایر افراد هم افراد متعددی بودن، اونها هم شخصیت‌های محترم و قابلی بودن، هر کدوم از اینها به نوبه خودشون ظرفیت اداره یک کار بزرگ رو دارن. منتها تشخیص داده شد که مجموع شرایط در ایشون بیشتر جمع هست، به خصوص با وضعیت پیش آمده و پیش روی که ملت عزیز و رشید ایران با او مواجه هستند.